این مسخره بازی ها که بعد از مدت ها شماها اومدید این کارا رو دارید میکنید، بعد از 43 سال دارید بریه میگیرید به خاطر چندر غاز پولی که عرب ها دارن بهتون میدن، خودتون اینجوری با موی سپید مسخره دارید میکنید. یه چیزی بهتون بگم، یک نفر نه، دو نفر نه، اصلا 20 میلیون نفری که با کاغذ بنویسن نه به جمهوری اسلامی، هیچ غلطی نمیتونید بکنید، هیچ غلطی. مثل میونه 20 میلیون صفر بازم صفره، چون نوشتن رو کاغذ بله شاید مثلا 10 سال پیش ارزشی داشت، 20 سال پیش مثلا میتونستیم بگیم، امروز دیگه خیلی چیپ کار دیگه بابا. اپوزیسیون لیبی و بشار اسد و اینا تو میدون جنگ و اینا، شما تازه دارید برای ما رو کاغذ مینویسید. واقعا با این فعالی بابا، اپوزیسیون خود محمد رضا شاه همون چپای مارکسیستش گردن کلفته و شاخهایی چون جزنی بودن، شاخهایی چون دکتر پویان بودن، جریان اسلامگراش بالاخره 4 تا گردن کلفتی چون بهشتی و متحرری بودن، جریان روشنفکری دینیش 4 تا مثل شریعتی بودن، جریانات مارکسیست اسلامیشون بابا خود همین یارو مرتیکه مسعود رجبی شاخی بود، بقیه‌شون شاخی بودن، این تقیه شهرام شاخی بود، طلاب شاخی مارکسیست. یعنی شما اپوزیسیون شاهو نگاه کن، چه مارکسیست، چه چپش، چه اسلامگرا، چه بالا چه پایینش، همه شاخ بودن. اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو نگاه کن، حاضر رسیده برگه بنویسه. خب همتون با هم 20 میلیون، اصلا 20 میلیون نفر گفتید نه به جمهوری اسلامی، 20 میلیون صفرید. میدونید چرا؟ کل 20 میلیون نفرتون اندازه یک آدمی که الان میخوام ویدیوشو بهتون نشون بدم، اندازه یک آدمی که مثل آقای حسن راهدار که تو جنگ سوریه برای باورهاش رفته جنگیده و از بخش نخا فلج شده و الان بعد از چند سال تونستن با یک کمربند مخصوص برای اولین بار تونست رو پاهاش بیسته و چنان روحیه‌شو حفظ کرده، بچه‌هاش از خوشحالی دارن گریه میکنن. ایثار کردن برای عقیده، من نمیگم عقیده آقای راهدار درسته یا غلطه، نه، من میگم عقیدت اینه خودکاره، عقیدت گاوه، عقیدت چه میدونم زرتشت، شاهنامه است، اسلامه، هر چی عقیده که داری چقدر براش هزینه میدی. وقتی که شما اپوزیسیونه به غایت پوفیوز هیچ هزینه‌ای برای باورهای درست یا غلط خودتون نمیدید، انتظار دارید نظام برانداز بشه. این آقای راهدار رو نگاه کن، همین یک نفر با همین فلجیش کل شماها چند، همتون رو همدیگه چند. آقای خامنه‌ای چنین فدایی‌ای داره 4 تا مطرب که سر پول کنسرت سر همدیگه گلا میزنن، شماها میخواید یک نظام برانداز کنید. نگاه کن، تصاویر رو داشته باش، بچه‌هاش هم دارن گریه میکنن، صداشو قطع کردم چون طاقت شنیدن ندارم، چون احساساتی میشم، برنامه‌ام چیز میشه. شما میخواید حریف این جنس آدم ها بشید که در کنار من دارید میبینید؟ میتونید حریف اینا بشید؟ اینا جون میدن بر باورشون. اینا وقتی که داعش میخواد سرشونو ببره به مرگ لبخند میزنن. شماها چی؟ اینا جلوی مرگ لبخند زدن این گونه. حالا تازه بعد از 43 سال در برابر چنین جنس آدم هایی که در سوریه جلوی 80 تا کشور وایسادن، در جنگ ایران و عراق که 84 تا کشور پشت صدام وایسادن ولی تهش نتونستن یک وجب از خاک ما رو بگیرن، میخواید با اینا با این جنس آدم ها میخواید با نوشتن روی کاغذ نه به جمهوری اسلامی تو واشنگتن وایسادن مثل رضا دیبا، میخواید اینها رو برانداز کنید؟